سلام، آزاد فردا هستم. تو این ویدیو نحوه یادگیری 0 تا 100 زبان انگلیسی رو با هم دیگه مرور میکنیم. بخش اول ویدیو رو اختصاص دادیم به تعیین هدف، یعنی اصلا چرا ما باید زبان یاد بگیریم. بخش دوم در مورد نحوه یادگیری زبانه، یعنی با وجود این همه ابزارهای اینترنتی، کلاس‌های حضوری، کلاس خصوصی و چیزهای دیگه، ما کدوم راهو باید انتخاب بکنیم. و تو بخش آخرم نکاتی که به یادگیری زبان کمک میکنه رو بهتون توضیح دادم. فقط کافیه که تا آخر با من همراه باشید. اگه تا الان عضو کانال نشدید عضو کانال بشید و زنگوله کنارش هم بزنید تا جدیدترین ویدیوهای ما رو استفاده کنید. خب بریم سراغ تعیین هدف در یادگیری زبان. ببینید وقتی شما از یادگیری یک زبانی هدف دارید، انگیزه شما تو یادگیری اون زبان بیشتره. یعنی چی؟ یه مثالی میزنم. فرض کنید الان من میخوام یه زبان جدید یاد بگیرم. میام انتخاب میکنم مثلا انگلیسی، عربی، آلمانی، نمیدونم روسی، چینی، یکیشو انتخاب میکنم. برای اینکه انگیزه داشته باشم که روزی چند ساعت تمرین بکنم، هفته‌ای چند ساعت تمرین بکنم، باید هدف داشته باشم. حالا شاید بگید که چرا باید هدف داشته باشیم؟ همین که اون زبان کاربردیه، ما میتونیم شروع کنیم به یاد گرفتن. ببینید دو تا ورزشکار رو تصور بکنید. یکیشون یه روز در میون تمرین میکنه برای سلامتی و یکیشون هر روز تمرین میکنه برای رسیدن به مسابقات مثلا کشوری، مسابقات المپیک یا جهانی. ببینید دومیه چرا از اولیه بیشتر تمرین میکنه؟ چون هدفش رسیدن به مسابقاته. و اولیه چرا کمتر تمرین میکنه؟ چون هدفش سلامتیه. هر دو این آدمای موفقی هستن، منتها چون هدفشون با هم دیگه فرق داره، اون یکی از اولیه بیشتر تلاش میکنه و انگیزش بیشتره. اگه شما برید به اونی که برای سلامتیش ورزش میکنه بگید هر روز تمرین کن، میگه اصلا من نیازی ندارم هر روز تمرین کنم، من نیازم برآورده میشه، بدنم سلامته و مشکلی ندارم. ولی اونی که برای المپیک داره تمرین میکنه، میدونه اگه بخواد به اون نقطه خوب برسه یا مثلا بخواد تو مسابقات کشوری برنده بشه، باید هر روز تمرین کنه با برنامه خوب و تغذیه خوب و چیزایی از این قبیل. خب حالا فرض کنید شما میخواید یه زبان یاد بگیرید. یه نفر کاربردش براش اینه که بره مثلا توی سایت یه مطلبی بخونه یا یه سری ویدیو آموزشی تماشا کنه. یه نفر نه، یه نفر میخواد آمادگی آیلتس داشته باشه، میخواد بره پشت تریبون شروع کنه به انگلیسی سخنرانی بکنه. خب این دوتا آدم با هم فرق دارن و کلاسایی که شرکت میکنن ممکنه از یه جایی به بعد با هم دیگه فرق بکنه. برای همین تعیین هدف باعث میشه که شما متوجه بشید از یک جایی به بعد در چه کلاسی شرکت بکنید، در چه دوره‌ای شرکت بکنید و اصلا روزی چند ساعت برای زبان وقت بذارید. خب بعد از اینکه هدف رو انتخاب کردیم، حالا میریم سراغ نحوه یادگیری. تو نحوه یادگیری من به 3 تا بخش تقسیم کردم. اولیش کلاس‌های حضوری، کلاس‌های ترمیک و کلاس‌های فشرده مثلا آموزشگاهی. بعد از کلاس‌های فشرده و کلاس‌های ترمیک، کلاس‌های خصوصی، بعدش هم ابزارهای اینترنتی. اگه میخواین انتخاب بکنید که چه کلاسی برید، اولویتتون اول کلاس‌های حضوری باشه. اگه عجله نداره کلاس‌های ترمیک. اگر خیلی عجله داشتین خواستید تو زمان کمتری یاد بگیرید، کلاس‌های فشرده یا آموزشگاهی. البته امیدوارم یه آموزشگاه خیلی خوب برید. و بعد از اون کلاس خصوصی هم هست. خب کلاس خصوصی یک سری مزایا داره، اینکه معلم فقط در خدمت شماست و شما مثلا در زمان کمتری میتونید اون درس ها رو یاد بگیرید. اگه شما مثلا 4 سال میخواید برید آموزشگاه، خب کلاس خصوصی ممکنه در 2 سال اون کار رو برای شما انجام بده، یا کار 6 ساله رو تو 3 سال انجام بده، یا کار 2 ساله رو در 1 سال براتون انجام بده. پس کلاس خصوصی یک امکان خوب هست، اما هزینهش بیشتره، ولی در عوض وقت رو برای شما صرفه جویی میکنه. پس اگه خواستیم کلاس شرکت بکنیم، کلاس‌های ترمیک و فشرده آموزشگاهی. اگر نه کلاس خصوصی هم بسیار عالیه، وقت ما رو صرفه جویی میکنه. و اگر هم نمیتونستیم در هیچ کدوم از اینا شرکت بکنیم، ابزارهای اینترنتی مثلا کلاس‌های آنلاین هستن. البته خب کلاس‌های آنلاین باید معرفی بشن که چه ویژگی‌هایی داشته باشن، شما بدونید که چه کلاس آنلاین رو شرکت بکنید که ویدیو حتما در موردش میسازم. خب بعد از کلاس‌های آنلاین چی هن؟ خرید پکیج یا خرید فلان اپلیکیشن که امروز تو گوشی میتونیم اپلیکیشن نصب بکنیم. شاید اگه 10 سال پیش بود فقط میتونستیم پکیجایی که CD دارن بگیریم و رو لپتاپ یا کامپیوترمون نصب بکنیم، اما امروز میتونیم مثلا فلان اپلیکیشن رو دانلود بکنیم و پکیجش رو بخریم و داخل گوشی استفاده بکنیم. پس آخرین ابزار رو میذاریم استفاده از پکیج های اینترنتی و کلاس آنلاین و غیره.
یه نکته خیلی خوب اینه که در کنار کلاس‌های آموزشگاهی و کلاس‌های خصوصی و هر کلاس دیگه باز ما میتونیم از بستر اینترنت استفاده بکنیم. یعنی میتونیم اپلیکیشن خوبی بود دانلود بکنیم، میتونیم پادکستی، انیمیشنی، مستندی، هر منبع آموزشی که به ما کمک بکنه استفاده بکنیم، دانلود بکنیم، یا اگه پکیجی نیاز بود بخریم و در کنار کلاسامون اونم بگذرونیم که این کمک میکنه ما همیشه یک پله از دیگران جلو باشیم. چرا؟ چون ما مطالعه آزاد داشتیم، علاوه بر کلاس هم رفتیم تلاش کردیم و رفع اشکال کردیم. اگر توی خود کلاس هم هر مبحثی رو براتون نامفهوم بود و به مشکل خوردید، میتونید بیاید از آموزش‌های رایگان مثلا یوتیوبی، آپاراتی و اینستاگرامی استفاده بکنید، چون امروز بی نهایت منبع وجود داره و ابزاری که امروز ما داریم و محتوایی که امروز توی اینترنت داریم قبلا نداشتیم. خب نکته آخر این بخش اینه که اگه شما اصلا کلاس خصوصی و کلاس ترمیک و فشرده و اینا نمیتونستید برید، بازم میتونید زبان یاد بگیرید. یعنی ابزارش چیه؟ ابزارش میشه پکیج، میشه اپلیکیشن های موبایلی، میشه نرم افزارهای کامپیوتری. شما میتونید اینها رو خریداری بکنید، دانلود بکنید و بشینید زبان یاد بگیرید. اگه میخواید پکیج بخرید، اون یه راهنمای جدا داره، ویدیوشو حتما براتون میسازم. اما خب کوتاه‌ترین راهنمایی اینه که شما جدیدترین پکیج ها رو تهیه بکنید. یعنی نرید پکیج مثلا 2010 بخرید، برید جدیدترین پکیج رو بخرید که به روز رسانی شده باشه و اینکه پکیجتون پشتیبان داشته باشه، در ارتباط باشید، یک طرفه نباشه، و اینکه یک جلسه 2 جلسه از آموزش‌های اون پکیج رو حتما رایگان تماشا بکنین که باید این امکان رو داشته باشه. تماشا بکنین ببینید چطوری با اون پکیج ارتباط میگیرید، آیا اونو یاد میگیرید. اگر اینجوری بودش اون پکیج رو خریداری بکنید و استفاده بکنید. در مجموع هر پکیجی رو شما بگیرید خب میتونید ازش استفاده بکنید. یعنی پکیج بد ما نداریم، ولی خب بهتر اینه که شما پکیج بروز تهیه بکنید با پشتیبانی بهتر و با بروز رسانی بهتر و با متد آموزشی بهتر. پس در مورد خرید پکیج هم ویدیوشو حتما میسازیم. اگر خیلی مشتاق بودید که پکیج بهتون معرفی بکنیم، حتما برامون کامنت بذارید. خب بریم سراغ کارهایی که باعث میشه ما زبانمون خیلی قوی تر بشه و آمادگی بیشتری داشته باشیم. اول از همه میخوام اشاره کنم به این که شما سراغ هر زبانی که رفتید، مکالمات ضروری، اصطلاحات ضروری و لغات ضروری اون رو یاد بگیرید. مثلا هر کس میاد زبان انگلیسی رو شروع میکنه، خیلی خوبه که مثلا 100 لغت ضروری در زبان رو بره بخونه. حالا چرا تاکید داریم مکالمات ضروری، لغات ضروری یا اصطلاحات ضروری؟ چرا تاکید داریم برید ضروری‌ها رو بخونید؟ ببینید الان مثلا آکسفورد یک مجموعه بیش از 1 میلیارد لغتی رو مثلا داره. خب شما نمیتونید برید 1 میلیارد لغت یاد بگیرید. خود آکسفورد میاد لغات رو جدا میکنه، مثلا میگه 3000 تاش لغت‌های واجبه داره به کار میره، در فرایند ارتباط گیری داره 3000 تاش به کار میره، یا میاد 5000 رو میزنه. یعنی خودش اومده گفته آقا از بین این 1 میلیارد شما خواستی شروع کنی این 3000 و 5000 منو مطالعه بکن. یا اینکه ما مثلا برای تقویت زبانمون میریم مثلا کتاب 4000 لغت رو میگیریم که لغتاش بسیار کاربردیه و در طول روز به کار میره، توی متون به کار میره، توی سایت ها مشاهده میشه. پس ما اگه بخوایم یاد بگیریم، یک دریا لغت وجود داره، ولی لغت هایی که استفاده میشن تعدادشون کمه و ما باید بریم همونا رو بخونیم. و اگه بریم مثلا لغتی بخونیم که اصلا کاربرد روزمره نداره و جلو چشمون هیچ موقع نمیاد و هیچ جا نمیشنویم، اصلا اون برای ما کاربرد نداره و فقط وقت ما رو گرفته. پس اگه میخواید از بین یک دریا لغت، یک دریا محتوا چیزی رو یاد بگیرید که به دردتون بخوره، برید سراغ مکالمات ضروری، لغات ضروری و اصطلاحات ضروری. خب حالا فرض کنید من 100 تا لغت روزمره و ضروری میذارم اینور و 1000 لغتی که اصلا به کار نمیاد و مثلا توی صنعت و توی حقوق و توی مسائل این شکلی به کار میره میذارم اینور. شما این 100 لغت رو یاد بگیرید بهتره یا این 1000 لغت رو؟ خب مشخصه این 100 لغت رو یاد بگیرید به نفعتونه، چون نیاز روزمره‌تون رو برطرف میکنه. پس برای یادگیری زبان، لغات ضروری، مکالمات ضروری، اصطلاحات ضروری رو حتما یاد بگیرید. شاید بپرسید منابع یادگیریش کجاست؟ که ما منابع یادگیریش رو تو کانال معرفی میکنیم، فقط کافیه عضو کانال بشید و ویدیوهاشو دنبال بکنید. نکته بعدی اینه که به کیفیت و کمیت یادگیریتون توجه بکنید. این نکته‌ای که میخوام بگم شامل کودک یا حتی مثلا نوجوان ممکنه نشه. ببینید شما میخواید یه زبان یاد بگیرید، میخواید شروع کنید 8 سال وقت بذارید روزی 1 ساعت. خب پیشنهاد من اینه که 4 سال وقت بذارید روزی 4 ساعت.
اگه این کار رو انجام بدید، این فشردگیه و یادگیری مثلا 4 ساعت در روز، این اثر به مراتب بهتری داره تا اینکه شما روزی 1 ساعت بشینی وقت بذاری، از اون ور 8 سال طول بکشه. این نکته برای مخصوصا بزرگسالان بسیار کاربردی هستش و به صورت تجربی بهتر خودشو نشون داده. نکته بعدی شبیه سازی محیط انگلیسی به فارسی هستش. ببینید در طول روز ما به عنوان یه فارس زبان داریم برنامه‌های فارسی دنبال می‌کنیم. مثلا یه برنامه طنز نگاه می‌کنیم، یه مستند نگاه می‌کنیم، یه انیمیشن نگاه می‌کنیم، یا یه موزیکی گوش می‌کنیم، یا اینکه یه پادکستی گوش می‌کنیم. ببینید اگه شما می‌خواید زبان انگلیسیتون به خوبی زبان فارسیتون بشه، همین محیط رو باید شبیه سازی بکنید. یعنی فلان برنامه طنز رو به انگلیسی بری ببینی، یا فلان مستند رو به انگلیسی هم بری ببینی، فلان انیمیشن رو بری انگلیسیش هم ببینی. پس باید همون محیط رو سعی کنی شبیه سازی بکنی توی فارسی و اونو بتونی تطبیق بدی و ازش یاد بگیری که معرفی پادکست و انیمیشن و سخنرانی یا از این چیزها هم توی کانال خودمون انجام میشه و توی اینترنت هم بسیار زیاده. نکتهش اینه که همه این چیزایی که گفتم برای همه سطوح مناسبه، اما برای سطح متوسط به بعد با برنامه‌ریزی بیشتر و مقدار بیشتری باید دنبال بشه. نکته آخر تمرین و مروره. ببینید یه ضرب المثل داریم میگیم use it or lose it. use it or lose it. ساده ترین معنیش میشه استفاده کن وگرنه از دستش میدی. ببینید وقتی شما رفتید یک زبانی رو یاد گرفتید و اونو تمرین نکردید و پیگیری نکردید و مرور نکردید، از یادتون میره و دیگه نمیتونید استفادهش بکنید. اگه میخواید زبان در ذهنتون بمونه، همیشه باید فرایند تکرار و تمرین رو داشته باشید. تکرار و تمرین یکی از راهاش میشه همون شبیه سازی محیط مثلا انگلیسی به فارسی یا بالعکس. ببینید ما میگیم تو فارسی الان میریم فلان برنامه رو تماشا میکنیم. خب من که هر روز تمرین مکالمه ممکنه نداشته باشم، باید محیط رو شبیه سازی بکنم. یعنی حداقل کار اینه که 4 تا برنامه انگلیسی ببینم، مطالعه ای داشته باشم. فرض کنید کلاس هم تموم شده، شما اصلا 4 سال 5 سال کلاس رفتی یا 10 سال کلاس رفتی، دیگه کلاست هم تموم شده. برای مرور کردن و تمرین کردن همیشه یک سری راه حل باید داشته باشین که باز راجبش ویدیو میسازیم که زبان رو مرور بکنید و زبان از ذهنتون نره. تکرار و تمرینم راه و روشای خودشو داره. اونایی که کلاس میرن که حتما توی کلاس براشون تکرار میشه، اما اونایی که کلاساشون تموم شده و یه جورایی به صورت سلف استادی مطالعه میکنن، اونا باید فرایند تکرار و تمرین رو همیشه داشته باشن. یکی از ابزاراش هم همون شبیه سازی محیط انگلیسی به فارسی هستش. مثلا همون برنامه‌هایی که میگفتم گوش بکنید یا تماشا بکنید، مثل پادکست و مستند و انیمیشن و غیره، همونا میتونه یک شبیه سازی از محیط انگلیسی به فارسی باشه که به شما مرتب یادآوری بکنه اون چیزایی که قبلا بلد بودید. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. 2 تا ویدیو خوب می‌خوایم بسازیم، چه پکیج زبانی رو بخریم و ویدیوی بعدی روزی چند ساعت برای زبان وقت بذاریم. اگه مشتاق بودید این موضوعات رو براتون بسازیم، حتما برامون کامنت بکنید. See you next time.